مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنام. امروز جمع تبریکاتی شهنام در محله فرقت در دهه اقصای 2 در خاندان شاعره مرحبا مقیم آورد، یعنی عبادت خاله. امروز در خاندان زیبای محمد لایق بابا روز خورسندی جشن زادروزی عبادت خاله شده ایستاده است. جشن 70 سالگیشان مبارک باشد. امروز تبریکات از نام فرزندان، از نام مونیس آیتی، منیر آیتی، موزون آیتی، مطلوب آیتی و همچنان ملک شاهک تبریک میگوییم. این لحظه های خورسندی را همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشد. ما آغاز کردیم، رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خوش و تباران نزدیکان ما. اگر بمانم باشیم بیرون برایم، حال زمستان باشدم طبیعت خودی فصل بهار برید میلش می. اگه بریم برامون تبریکات را دوام کنیم. مرحمت. السلام علیکم. چشما کافی سر دولتی سر را گیرید. نزدیکتر شدید، نزدیکتر. اولا بار السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، همه شمایان را به خاندان زیبای لایق بابا و امروز روز خورسندی معلمه شاعره همین اقصای آهلی که سمرقند ما مرحبا مقیم آورد، یعنی عبادت خاله. خوش آمدتان میگویم، قدم هایتان بالای دیده است. نبیره و عبیره های بیشمار، بیارید عبیره شان رو به دستشان. عبادت خاله زاد روز مبارک باشد.
120 ساله شوید. دولت پیری را دیدن همراهی بابا جان نبیره ها و ابیره هایتان نصیب کند. همراهی لایق بابا دمی پیری و دولت پیری را دیده صحت سلامت در سر فرزندان دعاگوی شده گشته نصیب کند. امروز شما را از نام فرزندان عزیزتان، از نام کلیتانی در جنت، از نام شاپسرتان، البته از نام مونیس آیتی، مونیر آیتی، موزون آیتی، مطلوب آیتی، ملیک شاهکر، نبیره ها و ابیره های بیشمار تبریک میگویم. وقتی که من زنگ زدم من کمی معلومات میپرسم، گفتم سنکر بیبی جان خاندان ما شاعره هستند و مخلص شما هستند. بسیار باور کنید یک روح بلند شدم که مرا در چنین خاندانی پر از فیض و به این خاندانی معرفت پرور تکلیف کردن گفتم. بعد من گفتم که از شما التماس از خودشان غیر چشمداش باشد و یک شعر از زبان همون معلمه برای من انتخاب کنید، من همون روز زادروزشان قرائت کنم و بگذار تو همون دوره قرائت کردن من از نام فرزندان میگویم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهر بیمانند او را سالها پروردم، میدهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. مادر عزیز دعای نیک شما هست و همه فرزندان سرسبز و خرم هستند و میخواستم از نام فرزندان از اشعار خود معلمه عزیز برایتان گویم. مهربان و غم گسارم مادرم، جنتی روحی جهانم مادرم، در خیالم نیست دیگر مادر مانند تو، بهر فرزند جان نثارم مادرم. گر بدن آید یگان اعضای ما، قلب تو آید به سوزش مادرم. تا نبینی صحتی ما به چشم، تا سحر شب زنده دارم مادرم. هر یک از چینهای روی تو صفحه از عمر ما است مادرم. هر یک از تاری سفیدی موی تو یک غم و تشویش ما است مادرم. پس چنین است تا تو هستی و منم، سر زنم در پیش پایت مادرم. میسازد اندر همه روی جهان، پیش پای مادران تعظیم بسازند آدمان. در حقیقت پیغمبر خدا هم فرمودند که جنت آن بهشت با چنین بزرگیش پیش پای مادران است. رضای مادران حق است همیشه در سر فرزندان سایبان باشد. عبادت خدا میگویند در چشم بینا با چشم بینا فرشته ها را در روی دنیا دیدن غیر امکان است. من در همون لحظه میگویم نه، چون گفتم در خاندان ما فرشته ها هستند. کسانی که مادر دارند همون فرشته است. در خاندان که دو بال دو قنات ندارند. شما سرشبیه فرزندان یک چشمه خشک نشونده مهر و محبت هستید. بگذار همیشه باشه در سر فرزندان سایبان باشید. زادروزتان مبارک باشد. چقدر که نه شما خودتان شاعره همسر لایق یک نویسنده بزرگی ما تاجیکان است. لایق بابا چند سال شد توش نگاتان بر این نمیدان ما خاطر میکنم یک سال شد 46 سال. شعرهای عاشقی وقتی که می نویسن یکم شما با میگن بنویسید. من امروز وظیفه میدیم با وصف شما شعر می‌نویسم. وقتی که من زادروزتان آمدم از نام معلمه برای شما میخوانم. مینش رحمت. چند سالگی توی است گفتم؟ 46. قریب 50 سالگی توی است. همین عائله خوشبخت شما هیچ وقت چشم نرسد و ما بین این 50 سال به معلمه چند بار گل پدر کردن شما با عبادت خدا؟ چند بار گل پدر کردن؟ یک بار. هر روز زادروزم گل پدر کردن خدا بشکر. آخه رومه یک بار وقتی تویه فقط
همون پول بوکت‌های تقدیم کردن. بگذار امروز باشد همین در جشن 70 سالگیشان که در چشم لایق بابا مال 17 ساله هستند عبادتخانه یک گلدسته زیبا داریم، یک شب تشکیلی خودی لایق بابا تقدیم میکنند. مرحبا لایق بابا گلدسته گیرید خودتان برای همسرتان برای بیبی جانی نبیره هایتان تقدیم کنید. مرحبا زادروز مبارک باشد. امروز روز خرسندی است. خدا کند که در این کاشانه زیبای لایق بابا با نیت‌های نیک ملک شاکر پدر مادر در این سین سالی مبارک زیارت عمره زیارت حج اکبر نصیب کند. گفته در این دنیا هستم کتابی که من بهاترین که کتاب قرآن کریم است تقدیم میکنم برای پدرجان عزیز، بعد از آن برای مادر مهربان. مرحبا. لایق بابا وقتی که ما 50 سال پیش توی بودو روز خرسندی بود چخیلی در حال حال توی بود توی فایزش دیگر خیلی بود. همه مهمانان میبادن تبریک میکردن میرقصن خرسندی میگن خیلی تارت بودی و والس و خیلیسان نبود طوری حاضی انا همون ارمانهای پدر مادر رو برای شکستن. بگذار تارت می پیری امخیل در حرمت و در همون سخنهای نیک فرزندان باشه. گفته در اینجا شیرینی داریم برای هر دو یکان، شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. بگذار در سر فرزندان سایبان شده گشتن نصیب کنند. مرحمت شیرینی را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت مرحمت. Kali Angelica şabaşa tutunayım kali. Şabaşa. Mübarek olsun. Fazla gerek kaldı. Muhammed Bey baba da resmaya. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. از نام فرزند عزیزتان، از نام ملک شاکر، از نام کلین پاشا که شب و روز دوام در خدمت شمایان هستند گوشوارهای طلا را برای شما تقدیم میکنند. مرحمت از نام فرزندان، از نام ملک شاکر و رخشانه کلین برایتان تقدیم میکنند. انگشترین طلا و البته گوشوارهای طلا را تقدیم میکنند. زاد روز مبارک. آموز کرده تبریک کنید ملک شاکر. عبادت خونن ملک شاکر تا درآمد گفتن که اینجا من شرمگین هستم چخاله که آیله شما هم آیله ما بریده است. ملک شاکر هم بعدی 4 دختر، من هم بعدی 4 دختر هستم. میگه بسیار دارم مادر عزیز را میبینن زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر.
اگر یک خنده ات بینم شود صده تسکینم برای خنده های تو دیدم کن میزند مادر عزیز صحت سلامت باشه. دایق بابا مرد را پدرها را دختران دوست می‌دارند کلیتانی در جنت تا بگویند ای پدر جان خاک پایت میشوم وقتی پیری من عصایت میشوم با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفشی پایت میشوم. دیگه همیشه صحت سلامت باشه. حتی خوشحال کنه خواهر من تبریک کنه نکن خودت در دلم سوخته سایده من وارد 60 از رمضان موهای سرت سفید میشه 4 دختر داشته باشی خواهد برای من این یک چیزهای نه حاضرت کردم جوره یک بار دم دادم همین نباشه من خانه یک جور روی اگر من خانه رمضانی من نبیام جدا مهربانه فرزنداشتا مهربانه میوه‌هاشتا مهربانه دیدیم همه من ریسیل کده بعد خودش رواده من پیشکی روم این یک روز باشم همه فرزندادم رحمتی کلام همه خیلی تشکیل کردیم همه دخترهای گفتگی دادم رحمتی کلام آماده کار همه شنطیه دامادادم همه خشت آوردم اینجا نبودگی خشت آوردم همه شان برای من حرمتناکم بیان امروز من خیلی شد نمیدونستم اینا سورپریز کردیم مادر نواشه همه اکا و کوهای خشت آورد من تکلیف میکردم با شما عمری دراز کاراتان دوامد من افضل کردم دختر نرزای میگه موی سرتا سفید میکنه تا همشه شور داده جای با جای کردم تا آمده کارتون نتیا سلامت باشن تشکر میگویم. امروز عبادت خدا نمیدید که یک مهمترین نومی خانه و در روز زادروزتان از طرف خداوند کریم از همون گل بهشت یک ابیره را با شما تحفه کرده بود است. نوریه بانو 1 ساله شدن بگذار 120 ساله شوند. برای هر دوی شما لایق بابا وظیفه است که توی نکاحی همین نوریه بانو رو دیدن اگه چی میده کس باید در آمده دعاهای نیک دادن برای بابا کلان و بی بی کلان نصیب کند. ببینیم نوریه بانوی خردکک را تبریک میگویم با امروزه اولین بهار عمرشان با امروزه 1 سالگیشان دختره که با عقل و با تربیتش کلان شوند افتخار خلق و وطن شوند مکتب‌ها را با بهای اعلی ختم کنند و سزاوار دانشکده ها شوند نام سمرقند را مشهور و معروف تمام روی دنیا کنند. انا همون بابا کلان و بیبی کلان از پشت تلویزیون دیدن همین ابیره من است دوامچی سلاله من است گفته افتخار کردن نصیب کنند. روز خرسندی مبارک باشد برای همه شمایان. میخواستم اکنون یک تکتا برانگوی را با فرزندان دهیم. منیساویتی مرحمت من با زبان خودم مقدم خانه دادو سبت روی عمر دراز بینه وقتی مادر سال سلامت سرمون به همیشه کرده لویم پشمو هیچ اینستا من هیچ کی نیستم حال مادر جدایم بسیار در کره لویم خداوند خودمون دراز کنم سربرگ سفید دوی معطر دارد خوش دعوت آن کسی که مادر دارد خوشبخت و هر آن که دارد پدر خوش عمری کسی که هر دو در بر دارد. رحمت منیرایتی موضوع آیتی مطلب آیتی مالک شرکشم امتیار شود برای شانه کلین نبیره ها مرحمت السلام علیکم مهمانا میزبانا
مهمانای عزیز، مادر جان عزیز و مهربان، اولا بار صحب سلامت باشه وقتی ما امروز روزی شکرانه‌تان روزی فراموش نشونده‌تان مبارک شود. هیچ وقت درد و غم نبینید الهی. اما وقت سر فرزندا، سر نوه‌ها، سر دامادا، کلینا باید صحب سلامت گرده. سر نزدیکا با الهی هیچ وقت کسل نشده صحب سلامت گرده الهی. وقتی پدرم با صحب سلامت باشه الهی. شما هستید، ما هستید. شما دنیای ما هستید. مادر جان، پدر جان، شما دنیای ما هستید. ما اطراف شما میگردیم، دلمون پر به ملال از این دنیای شیرین، از این دنیای خوشرو بهره‌مند بودن فرزندامون پشتش گشتیم، لیکن همه وقت خیالمون شمان پدر و مادرمون با البته همه وقت همینا صاف باشن گفته میگردیم. الهیم همه وقت صاف سلامت باشن. بعد از سال نو 16 ینور با پدر جان من دلرجدنشون الهیم صاف سلامت باشن، درد و غم نبینن. پدرمون ماهانه کوی بلندمون گویم خطا نمیشه. رحمت کلام به شما. خوش آمدید مهمانا، خوش آمدید. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید نماتان. پدر جان، مادر جان، لای وقتی ما با صحت سلامت باشه. یک نیتای دارم، همین نیتا من به عمل رسوندنم ده خدا من ده یاردم کنه لای نصیب باشه. در دلم نیتای کلان است. مادر جان، الهی عمر دراز کنید، حضور مایا بینید. 20 سال استودنت خانم بتون، 20 سال همه حضور مانا بینید. اکنون وقتی حضور بینیتان آمد، الهی مول زندگی کنید. یک جایه حاجیانه حاجی داده شدن نصیب کنتون الهی. در دلمون همین نیت است. خدا با همین حضور رساند الهی. صد روید. پدر جان شما تاج سر ما، مادر جان شما تاج سر ما هستید. همین خاندان در آمده فقط شما یکون دیدید دلمون خاطر جمع میشد. رحمت کلام. بار السلام علیکم مهمان گرامی، خوش آمده هماتون. من امروز روز مادر من مصدرم. من به شما ها بودم رو تصور هم کنم. من به همین مکتب یک قدم نمیایم، لیکن همه خیلی گذشته رفته، هیچ وقت نمیتوانم، چون که از درزه نگاهی پدر مادرم به من نگاه کنه نیست و یک خوراک تیار برای من نباشد. خانم همسایه خانم، لیکن من همینجا در آمده یک روحیتی بلند گرفتم و با دست در آمده برایم همه خیلی یک بخت برای من همیشه هیچ تصور نمیکنم به پدر مادرم همین خاندان رو. زادروز مبارک مادر جان. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه ما. زادروز بیرلا جان من بودن. بیرلا جان 100 ساله شده. ملاقات
وقتی هر خیلی فکرها میگذرد گفتم چند بار همین میکروفون من وقتی که گرم میزدم نصف آواز را میخورد. گفتم امروز میکروفون گریه درانه که من همین آواز را خورد و لیکن گریه ندارانه، لیکن برعکس شد. بسیاری ها را گریانده میگذاره از که شادی باشد، از که خرسندی باشد. این همه از همون زحمت های نیک شما است. بابا جان و بابی جان عزیز صحت سلامت باشه، در سر فرزندان دعاگوی باشه. بگذار سال 2026 با فیض و برکت بیاید و همین خاندان با حج آشی ها شوند. من نبیره ها هم آشان صاحب علم و فن، صاحب معرفت شده ایستادن. اولا سزاوار نام انسانی شده با وی رسیدن با دعای نیک همین انسان های بزرگ. میخواستم اکنون نوبت را برعکس دهیم، خرسندی کنیم، شادیانه کنیم. این لحظه های خرسندی را باز با یک صحیفه نوی کتابی شهنام جمع سازیم. مهمانان عزیز خوش آمدن. مرحبا، سرودهای رقصی برای همه شمایان کیفیت سال نوی و جشن زادروز را با یک درجه اعلی میگذرانیم. خوش آمدن. مرحبا.
اینک عزیزان امروز در خاندان زیبای لایق بابا مهمان شدیم. مادر عزیزی خاندان عبادت خاله را از نام فرزندان تبریک کردیم. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید.